شما از مویهای نالازم رنج میکشید یا در مهاجرت از درد میان و پا و دست، خنک زدگی، پرستاتیت، سوس بودن مردانگی، عصب و ریختن موی سر رنج میکشید؟ پس برای صفت خوب رو به دست آوردن تنها با این رقم ها تماس گیرید. علاوالدین عبداللهیف، هنرمند و هجونگار شناخته تاجیک، سردار ریاست فرهنگ ولایت ختلان، صبح 17 فوریه سال 2022 در شهر باختر از دنیا درگذشت. سبب مرگ او را اکثر رسانه‌های خبری و دوستان و همکاران در سکته قلب ربط می‌دانند. از مرگ نابهنگام و ناوقت هنرمند شناخته، همکسبان، روزنامه‌نگاران و هواداران هنرش سخت اندوهگین بوده در صحیفه‌های اجتماعی خود به پیوندان او همدردی بیان نموده از درگاه خداوند برایش بهشت طلب نمودند. علاوالدین عبداللهیف 15 می سال 1965 در شهر قرغان تپه حاضر باختر به دنیا آمده است. سال 1989 دانشکده دولتی صنعتی به نام استاد میرزا ترسونزاده را ختم کرده فعالیت هنری خود را در تئاتر موسیقی مضحکه شهر قرغان تپه حاضر باختر شروع نموده همچون هنرپیشه و کارگردان با موفقیت کار کرده است. او چندین سال راهبری این تئاتر را به عهده داشت. علاوالدین عبداللهیف 3 سال اخیر عمر رهبر ریاست فرهنگ ولایت ختلان را به عهده داشت. ماجرای امتحان، انتیگونه، طبیب زورکی، بازی‌های منفعت جویانه، حیله‌های عجوز کمپیر، ارشین مال آلان، لک و پک، شب گرفتن ماه، دولت سامانیان، نیرنگ‌های سکاپین، مثل بگو، اعزاب از زمره نمایشنامه‌هایی میباشند که نام برده نقش مرکزی بازیده است. در فیلم‌های برتن، پدر ماهتابی، تهمت، چاه، قیام روز، شاهد و انتخاب من، فیلم‌های تلویزیونی در آرزوی پدر، باغاج، فرزندان بیگانه، قرض وجدان، سلسله فیلم خرم دیار و غیره نیز نقش‌های خاطرمان آفریده است. در بسیار فیلم‌های حجتی و فیلمگرافیاها به صفت نقش‌آفر و کارگردان نیز اشتراک نموده است. برنامه مخصوص تلویزیونی شوخی‌های علاوالدین که قهرمان‌های شوخی‌هایش از روزگار اطرافیان گرفته می‌شوند و اکثر مؤلف خودش هست و یک باره یک چند نقش را می‌آفرد، پسند همگان گشته است. علاوالدین عبداللهیف سر از ماه سپتامبر سال 2019 یکی از داوران شو برنامه سنترال آسیا گوت تالنت می باشد. باید قید کرد که نقش‌های آفریده او از دیگر هنرمندان و هجونگاران کشور کلاً فرق داشت. او در یک صحنه حتی نقش 2 و 3 هنرمند را اجرا می‌کرد. موضوعهای صحنه‌چه‌های هجوی او بیشتر مسئله‌های خانوادگی و مشکلات ساحه‌های گوناگون کشور را تشکیل می‌نمود. در آخر از نام همکسبان، همکاران و مخلصان از درگاه خدا به اهل پیوندان هنرمند صبر جمیل طلب نموده دعا میکنیم که منزل آخرتی او آباد و منور باشد.